ویدیوی قبلی که در ارتباط تفاوت بورسیه با ادمیشن صحبت کردیم یا پذیرش تحصیلی. حالا پذیرش یا ادمیشن به دو نوع است معمولا و بیشتر دوستان هم شنیدن و بعضا براشون مشکل ساز شده تفاوت انواع این پذیرش ها. معمولا ببینید در بحث پوانتونا به صورت کلی ما دو نوع ادمیشن داریم، ادمیشن کاندیشنال و ادمیشن انکاندیشنال. ادمیشن کاندیشنال ادمیشن شرطی که شما بعض از شرایط هنوز پورا نکردین و باید اون رو تکمیل بکنین. میبخشین. و بعدش ادمیشن انکاندیشنال ادمیشنی که بدون قید و شرط و شما کاملا آماده هستین تا درساتون شروع بکنین. پس تفاوتی دونون متوجه باشین و هر وقت که شما از پانتون ادمیشن میگیرین، اگر به شما شرکت یا مرکز مشاوره ادمیشن میگیره، اگر شما خودتون شخصا اپلای میگیرین، متوجه باشین که در پی دی اف که بر شما میفرستن دو پی دی اف آیا کاندیشنال نباشه یا انکاندیشنال نباشه. کاندیشنال مسئله است که شما باید یک چیزی را به نحوی در اونا پیش بکنین، یک ریکوایرمنتی که هنوز کمبود است و کم است. مثلا بیشتر وقتا کندیشن یا شرطی که پانتون از افراد یا مسائلی که علاقمند تحصیل هستن میخوان برآورده کردن سند زبان انگلیسی است. شما حتما سند توفل یا آیلتس هنوز ارائه نکردین، به این خاطر اون ادمیشن شما رو در حالت تعلیق میگذارن و یا هم به حالت کندیشنال و بعضش که با شما پیش برین به طرف انکاندیشنال. اونجا هست که وقتی که شما باز اپلای بکنین با توفل یا آیلتس و سندتان با اون ارائه بکنین، اونجا شما میگیرین انکاندیشنال آفر یا پذیرشی بدون قید و شرط. و یا هم بعضا وقت افراد نتونن به پانتون نشان بدن که از کدام طریق قرار است مصارف مالی و مسائل که مربوط به پول میشه اونا کاور بکنن، منتظر میمونن و شما ادمیشن رو کامل نمیتن تا زمانی که به اونو اثبات بکنن و نشون بدید که من از چنین طریقی میتونم مصارف خودم کاور بکنم. و این هم هستی. موضوع بعدی موضوع بورسیه ها است که بورسیه ها معمولا دو نوع دارن. بورسیه های fully funded scholarships است که بورسیه های تمام و کامل است که تمام مصارف شما را از 0 تا 100 میپردازن. مانند بورسیه های داد، چیونینگ، داد که البته از خب روی اینا بعدا میاییم برای اینکه دارم اینا رو برای شما لیست خواهم گفت. داد است، چیونینگ است، فولبرایت است، ایراسموس است. این بورسیه های بین المللی است که تمام مصارف شما را اینا کاور میکنن. و بورسیه های partially funded، اونایی که به صورت نیمه شما را به نحوه حمایه مالی میکنن که بیشتر وقت از طرف پانتون ها، خود پانتون ها اینا اعطا میشن و اناونس میشن. مثل بورسیه گریت است از یوکی، بورسیه به نحوه partially یا نیمه پانتون آکسفورد بروکس است و هزاران بورسیه دیگری که از طرف نهادهای مختلف به صورت نیمه داده میشه تا یک قسمت از مصارف معاصر بپردازه و یک قسمت دیگر مصارف اینا کاور بکنن. خب حالا میریم طرف موضوعی ای که ما به عنوان افغان